سبزک لبی جو یا خیلی جانور سبزک لبی جو یا آرکی نغزک لبی جو تا تر نشود سی برگه های لبی جو. السلام علیکم شما نازمی تینجی می این یاری من خوابش برده لبی جو این یاری من خوابش برده لبی جو مرغا بشوم غوطه زنم جوی بجو مرغا بشوم غوطه زنم جوی بجو. السلام علیکم به همه مشتاقان هواداران برنامه یک پیاله چای که ما رو طریق یوتیوب کانال خود تماشا میکنند. عزیزان دل دیده این برنامه یک پیاله چای است، تقدیم از کانال پیک سوخت. میگویند که اگر چای نوشیدن را یک تو اگر خواهی هیزم کشانی هم توانستن در کار. انا هیزم هم آورده تیار کردیم. خدا اگر خواهد یک پیاله چای امروزه ما رسا هم با طعم و با لذت می شود. خب دوستانی عزیز و ارجمند، یک نفر در برنامه گذشته در تگ ویدیو شرح نوشتن که پیاله را با دست راست خپی گرفتن. خب البته دوستانی عزیز و ارجمند در یک طرف نشسته ای به یک کس را یافتن بر این کاری آسان نیست. عزیزان ما وقتی برنامه رو آماده میکنیم تنها برای خاطر آنه که طبع نازک شما کمی باشد هم خوش گردد. اینک میگذاریم به لطیفه های امروزه. روزی از روزها در کتی بیماری در شعبه احیای حیات در ریانیماسیا گوییم به اصطلاح یک موسفید خورفتگی بیمار فرزنداشون پیش شما در آنگر بچم همون آشنام بود که الهام جان همون یک بار دعوت کنید تا پسرایم اکو میبیند که آرزوی آخرین برین خوب شد از داده گفته رفته الهام جان هم صنفی داداش یافتم بودیم و یا آدمی سال خورده ریشه تاب داده است یکی نزدیک به کتی بیمار با آمده چا کار آشنا میگه تو خلاص بیمار این آدم با نزدیکتر شده چا کار آسته برو افسادی بی نامردی نمیکرگی یا میگه تو آوازش نمیبرد گوید ها چا کار گپ زن بعد این مهندس بدم الهام جان هم کم گوش کنید تا روچکو تا ورقه بیار امنا نوشته تیان گفته است ورقه روچکه بیارن هم تو نوشته سو ورقه این الهام جان داده و مهندس بیمار گذشتند از دنیا این هم ورقه گجوب همین کیسه به ماندگی خلاصی گپ از خاطرش بر اومده وقتی که همین قبرستانی و برده خاک به میسپردگی وقتنده یا بر استیتان این آشنای من همسینی من قطعی چندین سال ما خواندگی یک چی نوشتگی بود همون من خانم گفته گرفته خانم که اوی اخماق پاچکت عبالش لنگ کسلرات گیر زن و شوهر کینوی هندی تماشا کرده شدن خانه بیو باور کنید اگر کینوهای هندی میدونید که همش عشق و محبت و دختر روی دستش برداشته جبهم جواهم گفته برداشته گردد زنک شوهرش به نیا کرده دیدید می یاد گیرید دیدید می عشقه من مرد گپی زورز است تو میدونی این کارش من چند پول میگیره من نیمی پولی امینه گیرم اینا زور میتونم من این کارو افته چی یکی نگوییم اگر مادران دخترها شما پریشان میشند همین شوهر به تیان هم پریشان میشن یک زن به خانه دخترش زنگ زده است دختر هم نظمی تو درست ایمی سلامتیات نظمی داماد درست میگفته من دخترشون هم آفتابک میگفته است وای دختر هم میقدر همین خیلم نظم ببینیم یک بار گیش به داماد آفتابک گفته ماندی گفته من دخترشون هم اگوجا نظم بینی نظم بینی هم مراد بیگاهی میبره بعد آفتاب با این سحر که پیدا میشه تمام با آفتابک گفتم و مرافعه جداشوی بین زن و شوهر اکنون متاسفانه امروز بسیار شده است من بسیار میخواستم که حتی خانه گنجیش کم ویران نشود اینک مرافعه سودیه هم به زن سوال دست خب برای چی جدا شدن میخواهید گفتم رفیق سودیه یک قطعه میکو یک قطره هم نغز نمیبینن اینا من سودیه هم اساستان هایمی گفتم وای زنکم
البته اساسم های آخرین بچه من اینا نی دو آشنا وام میخورن یک تاش پرسید است کنجی آشنا شنیدم که از زن جدا میشی آشنا جدا میشه و چی به همین قزنت تعریفی محله تعریف میکنه زنی تو حتی زنم گفت که زنش بسیار سرشتکار با معنی گفته برای چی جدا میشی همین قدم تعریف کروس حتی میدونی داج زنم تعریف کروس زنم حالا حالا آدم میخواد تعریف نمیکنه گفته منات آشنا خواهد تعریفو احد به حد با معنیش هم نمیشود است چی به گفته منات همین شب شود یک سبوک شب گفته بیرون با برام گشته بیام جاگا گنداشتگی اینک دیهات دوستان عزیز یک همسایه به خانه همسایه دیگر آمده از پس پنجره کیمسان بای او کیمسان بای هیچ که ها نمیگود کیمسان بای هیچ که ها نمیگود من میدونم شما خواننده و تگی درنده کلاشتونی صدا است گفتم منات آینه کاله برورده منم دو تا کلاش من نیستم امروز گفتم همین چمپیونات جهان اوید با تگی آب بسیار استادان هست کو همین خیال شده است چمپیونات هم بسیار کو خلاص خطایی یک بچه یک آمده سو تگی آب در آمده سو بعد از 10 دقیقه برآمده است همه قرصک زدن 10 دقیقه نفسش نگرفته امریکایی آمده سو 20 دقیقه با هم تو برآمده است او مای گاد امریکایی گاب نیست از آلمان یکتاش هم تو پرتفته سو بعد 25 دقیقه برآمده است همین خیال همه دولت ها خلاص از آنی ما بامده است غنی جان گفته که مردک ناس دهننده پاک نکن همین تگی آب پرسته بسیاری سودم نکن گاب نیست شرخی پرتفته است 20 دقیقه میشه درک نیست نیم ساعت میشه درک نیست بعد 1 ساعت و 45 دقیقه گفته برآمده است غنی جانم یه همه قرصه قندش زند با ژورنالیست و داویدام دیگه روزنامه‌نگارا اکا جان چخیل این ارگانیسم شما طاقت میکنه تگی آبنده 1 ساعت و 45 دقیقه ایستاده دادم گفته منات غنی جانم و سر ویتان تروسیم در ماند همون آرماتوری تگی همین آب با خدا خلاصی دوستان عزیز و ارجمند بقریبی مکتب ها آغاز میگردد و یک پسرچه از مکتب آمده داداش هم صاحب کاری بسیار بقوت بوده است دادا امروز از مکتب مسافر بودم کو یک تا پیرزن اینترفیرا با هیکو گذشته تونستم من گذراندم گفته است دادا صاحب کار کو کیسه سر زمین 25 سامانه برآورده بچه‌ام عملی نیک کاری قندت زمان 25 گیر گفته است بچه خرسند پگاه میشد بچه دو طرفی خشک اومده است دادا همین روز هیکو آمده استیم پیرزن این طرف گذشتن تونست راهی کلام ما گذراندیم گفت یک قندتون زنیتون سراز 25 75 سامان داده است روزی دیگر دوستان عزیز 10 کس آمدیان هم سینفاکتی سینجیمی بچه‌ام گفت پیرزن گذراندیم دادا نه ها مالش من گفت همه 25 250 داده است هفته دیگه همین چاقبه یک سینف قطی راهبری سینف قطی آمدیان هم بچه‌ام گفت معلمه هم موبایل میسوده که پدری گرامی ما پیرزن گذشتن تونست گذراندیم گفت منات صاحب کار حیران هم تو گذراندم ها و یا نخواستم مجبور کردیم ما 25 میتیدیم طربخانه اینک تصور میکنید طربخانه دو نفر آمده نشستگی از پیش خدمت خواهش کردن که استکان به ریخته کم بیارد و نوشیده یکتشون تو اکادام دام کی گفته منات دویمشونم آدمی 125 گفته است منم 125 کوارتینا چند کی گفت 17 گفت منم 17 رنگی دارد چه خیال کی گفت کاریچ نمی گفت انی مویم کاریچ نمی تو خانی من به چیکار کروسی کی گفته هر دوشون زنازنی بگذارن حالگی و پیش خدمت هم چی گفته است ای خدای این همون پدر و پسر یک 50 تا میانشون فقط جنگ دوستان عزیز ارجمند این لطیفه تنها برای آن نفرانی که نوشیدن پیوا رو دوست می‌دارند یک مردک پایانی دامش به یک چیگو مغازچه بوده سو پیوا به اصطلاح رازلیو میگوییم که ریخته میدهد به کلبه
خلاص گپ هر باره که بگهی روزی بعد خوراک نیست روزی میرفت سو یا بکال پیوه میگرفت است 20 سومون دراز میکند لیکن همون صاحب پیوه بقیه نمیداد است زداچی نمیداد است هر روز میخواد دوام داشته است بعد یه روزی آفتابی رفت است یک پیوه ریزیفت 20 سومون دراز کند 10 سومون داد است این آدم حیران اکم یه وقت یک سپرسان همه وقت بقیه نمیداد زداچی نمیداد امروز بقیه دادید گفت امروز پیوه نیست گفت است تو باشه کامنتاری های نمیشدگی می نویسی هر خیلی سخن می نویسی ها خیریه چی کم میزنی تو شد ما به گریه نکن گریه نکن شد اکو شد من میدونم خفه شدی تویم آدمی خیلی نشده است آخه خیلی تماشا کن ویدیویی و کامنتر ننویس فایدت نمیرسد همین زیانت هم نرسون اینجا برنامه حاضر خاتمه دادن نکر اپیرات با خدا اپیراتور تورین دوی تماشا بینانی عزیزا ارجمند کمتر راستی گپ صحبت ما قور گرفت من گفتنی هستم که این بود یک برنامه یک پیاله چای امروزه ما اگر به شما پسند آمده باشد پایان ویدیو و یک لایک جقید و پخش کنید و یک شرح خود را نویسید شد ما روحیه و الهام میگیریم از این شرحهای شما به همه آن نفرانی که وقتی قیمتی خود را در یک نداشته تماشا میکنند کامنتاری می نویسند منتداری خیش رو بیان میسازم عزیزان دلو دیدم راستی برای حجم نگار انا یک کمین سخنانی بهترین سخنانی خوبی شما این یک آسمان بر این یک الهام و روحیه میبخشد بنابر همین به همه آن نفرانی که ما رو تماشا کرده سادن من گفتنی هستم که با کردن پایکی سوخت باشد عزیزان همه ایشوناس و همه رفیقا رو گوید تا اینکه آبونه گردن و ما رو تماشا کرده باشن ما حرکت میکنیم صحیفه های بهترین و نوترین رو وارد سازیم و به شمایان تقدیم نماییم حاضر باشد استا برآمده میرویم با همراهی من نام این بیم جان رفتیم اکو بیو امروزه برنامه خاتمه میبخشیم و استا میرویم از پی کار میشیم با دیگر لطیفه های نو جستجو میکنیم بیو